داد به اونها و گفتش که منم اینجا زیر این درخت دفنش کردم. یکی از اون بستگان که گویا پسر اون شخص بوده برمیگرده میگه که بابای ما خیلی آدم خوبی نبود، خیلی دست شکار بودن، ما هم دست شکار بودیم این حرفا، ولی یه شب ما خوابش دیدیم که خیلی حالش خوبه. بعد گفتیم چرا تو این حالت خوبه، تو که مثلا اون دیگران خیلی ازت راضی نیستن. برگشت به ما گفتش که به دعای این چوپون خدا منو بخشید. من اومدم بپرسم در حق بابای ما چه دعایی کردی که این وضعش خوب شد اینطوری؟ تو مثلا درس خوندی، وردی بلدی، ذکری بلدی، دعایی خوندی، چیزی خوندی به ما بود؟ چوپونم بنده خدا صدا گفتم من مثلا سواد مواد ندارم، دعا مایی خاصی نکردم. من فقط اون شب گفتم خدایا این مرد اگر امشب مهمون من بود من براش گوسفند زمین میزدم، امشب مهمون توه، تو چی کار میکنی براش؟ ما با خدایی طرفیم که مظاهر لطفشو در این دنیا به تمامه میبینیم. حالا شما تصور میکنید عزیز شما که از دنیا رفته خدا براش چیکار کرده؟ از مادر مهربونتره. اینا اون مفاهیمیه که ما رو استیبل میکنه، آروم میکنه. قصدمون فریب نیست، قصد من فریب نیست، قصد من انتقال این مفهومه. ماها طوری از دنیا میریم که زندگی میکنیم. میگن الخائن خائف، کسی که خیانت میکنه همش میترسه، دروغگو همش در اضطرابه که گناهش دروغش فاش بشه. او کسی که راست میگه اضطراب نداره. اگه کسی زندگی پر اضطرابی داشته باشه مرگ پر اضطرابی هم خواهد داشت. امیدوارم حرفای من کمک کرده باشه در جهت این که درک بهتری داشته باشیم، فراموش نکنیم مهربونی رو و بدونیم که ما هم توی مسیر حرکت میکنیم، ما هم خیلی دیر نخواهد تا میتونیم به همدیگه مهر بورزیم، تا میتونیم کمک کنیم به دیگران، تا میتونیم یاد خیر کنیم از کسانی که به ما یاد دادن مهربانی رو، حق اونها رو به جا بیاریم، از اونها سخن بگیم، خوبی های اونها در ما تکرار بشه، چون هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دواما. تا میتونید عشق ورزی کنید، از غم دوری کنید. یه تعبیری مولانا به کار میبره، میگه باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم. رو به